ки маҳз дар пеши пешвои муаззами миллат дар боғи устод Фирдавсӣ суруди модара бо як عاشق نشوی که رنگی دوست مراد میشوی تو غم نخوری عشقم میخوری خیرت دوشنبه رو تماشا داشتیم بانک‌های خارجی های نه خیلی همسایه جکی چند اومدگی هم سلام علیکم برادرای عزیز مردم سربلند تاجیک. бале салом алайкум дӯстони азиз обуначиёни саҳифаи дӯстмурод шарипов дӯстмуроду патриотам ген хато зинда бош дӯстам. албатта мо бо ҳамроҳи доктор имрӯз тасмим гирифтем ки бо шоҳтур албатта садхайри сайёҳии шаҳри душанбе як ҷоя дидан кунем. мо ҳам мебинем хумонтоқане бо шумода нишон метем. даставвал мегӯям ки шоҳтур инстаграм каналшонай марҳамат бидроен. ногуфта намонад ки ҳар ҳафта шанбе якшанбе дар сафар ҳастанд. мусофироро интизоранд. ҳам хел аст. шумо метавонед даромада подписатсия кунед, рақамошона занг бизанед, чӣ корхона бошад чӣ оилавӣ. ина мо албатта ки фарзандомона имрӯз гирифтем омадем. ҳам хел аст. бо ҳамроҳи фарзандомон имрӯз душанбеҷона тамошо мекунем. чӣ гуфтанед? дӯстони азиз ногуфта намонад ки имрӯз бо ташаббуси анами сайёҳии душанбе ва шоҳтур имрӯз тасмим гирифтаанд ки барои тамошо кардани шаҳри душанбе анахел нақлиётҳои ҷамъиятии дуошонаи зеборо ки болоашон яъне кавралет меган кушодааст ки озод душанберо тамошо мекунед. онҳо ҳар ҳафта чӣ гуна ки дӯстмуродҷон гуфтанд яъне ки сайёҳат мекунанд, туризм яъне ки барои муаррифӣ кардани анамун минтақаҳои туристӣ ва роҳҳои туристии душанберо барои мо бо мо бошед. як ҷоя дидан мекунему, ҳаловат мебарем. рафтем. дӯстони азиз, шоҳтур имрӯз бинем ки ин нақлиёта идона кардагиям. як ҷоя медроем дидан мекунем. рафтем. این بنا سال 2014 کشوده شده است و در نزدیکی همین بنا شما میتوانید از شقشقه را نگاه کنید که این شقشقه تقریبا 20 متر درازی دارد و این شقشقه هم نامش را در بر میگیرد. اینچنین این خیابان با نام بیتونکه در حدود جمهوری تاجیکستان معمول است. سال 2013 کشوده شده است و این آثارخانه تقریبا در 24,000 متر مربع قرار دارد و آثارخانه ملی دارای سه آشیانه می باشد که در داخل این بنا تمام تاریخ مردم خلق تاجیک جایگیر کرده است. به خاطری که اینجا را قیراقون نامیدم، به خاطر آنه که در قیراقون حادثه ناخوشی رخ می‌دهد، در همین جا مردم محله قیراقم را به همین آشیانه ها آوردن، یعنی به همچون بنا استقامتی نشان میدن. این اولین بناهای بلند آشیانه در حدود جمهوری تاجیکستان می باشد که همه آنها 12 آشیانه می باشند و سالهای 80 کشوده شدند. دوشنبه رو تماشا داشتیم بانک‌های خارجی های نه خیلی همسایه جکی چند اومدگی هم نه برادرها اینه انا دکتر چیکاری دوستم چیکلا تماشا چیکلا بس خدا رو شکر باید خیلی سعید شنبه مهمانخانه صفا برای مهمانان رسمی یعنی از خارج پیش بینی شده است و شما میتونید مستقیمانه از همین مهمانخانه دیدن نمایید که این مهمانخانه پر سفید پوش گردیده است. در طرف چپ ما
ترتیب این میدان استقلال می باشد. میدان استقلال 8 سپتامبر سال 2022 با همین خودی پیشوای ملت گشوده شده است و در همین جا شما میدان استقلال یا خود مجمع استقلال رو می‌بینید که مجمع استقلال قسمت پایانیش 30 متر و قسمت بالاییش 91 متر را در بر می‌گیرد. به خاطر چی 30 متر؟ به خاطر آنه که در عرفه 30 سالگی استقلالیت گشوده شده است. به خاطر چی 91 متر؟ به خاطر آنه که سال 1991 ما استقلالیت دولتی را به دست آورده. شده است. در اول همچون دانشکده با نام شفچنکو مشهور بود. بعداً به دانشگاه در سالهای استقلالیت نامگذاری می‌شود و همین دانشگاه دارای 14 فاکولته می‌باشد و در همین دانشگاه بسیار از نمایندگان و خادمان دولتی همین دانشگاه را تحصیل کردند. از جمله رئیس همین دانشگاه را ختم کردند. بعدا همساله در جنوب تاجیکستان هم بیناهای دولتی ساخته می شود و بینای نوبتی ما این بینای که بالا ما به آن نزدیک می شود. ما می توانید که از زیبایی شهر خوب نظر نماید از گوشم‌هایش. خیلی امرش کرد. چقدر تماشا رفته است؟ هی گم تماشا کردم. وطن تماشا کردم دوشنبه. بینایی که شما در اینجا می‌بینید چیزی باشد این طرفخانه از طرف یک کاری با نام بورک گشوده شده است در سالهای تقریبا سال 2022. باز ما نزدیک شدیم به میدان استقلال از بناهای اساسی آن که در این روز به خاطر روز بین‌المللی فوتبال در همین جا جشن گرفته شده است. این تشبس خود رئیس شهر یعنی رستم امامعلی میباشد که در سازمان ملل متحد همچون روز 25 مای را همچون روزی فوتبال بین‌المللی اعلام کردند. کاخ وحدت که ما به آن نزدیک شدیم اولین مراتبه کاخ وحدت سال 1975 ساخته می شود. بعدا آن در سال 2017 از نو برقرار کرده می شود و دارای 4 آشیانه می باشد. در کاخ وحدت همه وقت مجلس‌های سران دولت‌ها گذرانیده می شود. در 1884 در شهر خوجند شده می شود در زمان شوروی. بعدا آهسته آهسته در همین شهر دوشنبه بینای آن با تشبس پیشوای ملت سال 2011 شده می گردد. بینای نوبتی دیگر ما این آریان بانک می باشد. آریان بانک اولین بانک در حدود جمهوری تاجیکستان می باشد که اولین نماینده آریان بانک یعنی سازمان دهنده آن سال 1925 به حساب می رفت. امونتبنک چه نیمه بوده؟ 84 سال باشه چه نیمه بوده؟ ها 30 نیمه بوده. این بینای آریان بانک اولین بانکی که در حدود جمهوری تاجیکستان شده شد سال 1925. خود همین بینا در زمان استقلال در سال 2011 شانسی که بوده این اکچوفا جو در این طرف سال 1958 و همین چوبخانه راحت همچون در زمان‌های پیش برای همین آدمان فیلسوف شده شدن. دیگه اینا چوبخانه راحت می‌آمدن در همین با همدیگر صحبت می‌کردن. این همچون یک انعنه برای مردم تاجیک است که آمده در چوبخانه‌ها می‌نشینند، چشمه بازی می‌کنند یا شاه‌برد بازی. البته این بینای پارلمان می باشد که همین سال با آمدن پرزیدنت جمهوری خلقی چین گشوده می شود در ماه‌های ایول. این بینای حکومتی هست که در جمهوری تاجیکستان از بیناهای بلند آشانه حسابیده می شود. بعدا با همین تیپی خود همین خانه‌های آمریکایی و انگلیسی همین بنا ساخته شده است.
магазин сумки Тоҷикистон. بله مرکز سودای تاجیکستان یا خود با زبان روسی اسم میگن سنترال اونورمارک. این همین بنا سال 1975 شده است. دارای 3 آشیانه می باشد. بعدا همین در زمان ایجاد شوروی یعنی در زمان شوروی همین رو با نام چون مردم نام کردن، ولی نام اصلی همین بنا مرکز سودای تاجیکستان می باشد. تقریبا در 75,000 متر مربع جایگیر است. جای Тоҷикистонда сум навистагӣ. Ана ҷо сум навистагӣ. De facto ana Dushanbe, ana Amerika ne Dushanbe. کادر خیلی بگیریم که بونگه که اگم جای دیگه گرفتی نه دیگه داریم اینا دوشنبه که نگه که اگم جو کادر رو گرفته مونده او بیشتر شما نویسنده استاد در آمریکا که کادر رو دیگه جا دادی نه اینا اون هم دفاع توی بوتسه همینجا اینا روز ظریفه ختم معرفی میکنید ما کنکریت بناور میگیریم تماشا کنید و حلوات کنید نوبتی این بار استاد بودکی می باشد که سال 2007 شده است در ایلیچ لنین بود. بعدا با تشبس‌های پیشوای ملل و خود همین حکومت شهر دوشنبه این بام از نو برقرار کرده شد و با نام استاد بودکی همچون اساسگذاری ادبیات کلاسیک فارسی تاجیک نامگذاری کرده است. در داخل همین بام خود هیکل این استاد بودکی جایگذاری گردیده است. بعدا یک چند دیگر هیکل‌های خودی آدمان ادبیات ما یعنی نمایندگان ادبیات کلاسیک فارسی تاجیک و حالا باشد ما به میدان آزادی یا خود میدان دوستی نزدیک شده ایستادیم و در همین میدان دوستی هیکل شاه اسماعیل سامانی که همچون اساسگذار دولت سامانیان اولین دولت متمرکز تاجیکان به حساب می‌رود نشان داده شده است در مرکز میدان و خود همین هیکل تقریبا 30 متر بلندی رو در بر میگیرد و در همون تاجی که شما در بالای هیکل میبینید با آب تیزاب پوشانیده شده است و همین میدان خیلی میدانی تاریخی هست چون که در همین میدان یک چند مراسم‌های تاریخی در گذشته و امروز جشن گرفته شدند از جمله عیدهای نوروز و خود همین موزهای استفاده‌ای ما اولین گشت نظامی ارتش ملی نیز در همین میدان گذاشته شده است و این خودی همین هیکل به خاطر 1100 سالگی دولت سامانیان شده شده است. بنای دیگر این کتابخانه ملی میباشد که سال 2012 شده شده است 9 آشیانه میباشد و در همین بنا نمایندگان ادبیات فارسی تاجیک یعنی 22 نفر هیکل‌های آنها ساخته شده است. اگر همین شما کتابخانه ملی رو نظر کرده باشید خوبتر در همون بالای او کتابی کشاده است یعنی تصویر کتابی کشاده آخه به همین خیلی تماشا بهترین تماشا خوبه معلوماتش کم معلومات تاریخی بسیار در باری عزیز اکسکورسور اگر معلومات تاریخی هم چه نمی بینایی پیشروی نیست؟ اینو بینای پیشروی هر کسی میپرسم دیگه بینای چه؟ میگه بینای پیشروی نه چی گفتم من داره بشینه تماشا کنیم تماشا داری سبینا؟
معقوله چی؟ دوشنبه پلازا یکی از بناهای قدیمی‌ترین در حدود دوشنبه میباشد. به خاطر بلندی‌اش دوشنبه پلازا نام گرفته است، ولی با بعضی سبب‌ها دوشنبه پلازا از بین برده می‌شود. بعداً باز اگر ما خبر داشته باشیم بینای پیشینه سفینه تلویزیون سفینه نیز از بین برده می‌شود. اگر شما در خاطر داشته باشید فیلمی من با دختر دو خودم انیمه‌ترش در همین نزدیکی‌ها ثبت گردیده است. اولین فیلمی که به همه مردم تاجیکان خیلی پسند است، مخصوصا در نزد همین بینای سفینه و با بعضی شکایت‌ها با بعضی ارزیت‌های مردم خود تاجیک همین موزاییکی که در نزد بینای سفینه بود همون از بین برده نمی‌شود. یعنی این رمز قدیمی مردم تاجیکان را نشان می‌دهد از دورانشوری. از همین سبب بینا از بین برده نمی‌شود. همین موزاییک ولی خود بینا از بین برقرار کرده می‌شود. موزاییک در همین طبقه است از بین برده نمی‌شود. همین در بعض ایت‌های خود همین ذاکره کشور همین میدان آرا داده می‌شود و در نزدیکی بینا سطح اپرا بالت و نام صدیقین عینی هست که سطح اپرا بالت و نام صدیقین عینی سال 1939 شده شد 1936 شده شد و اولین نمایش با فروشی کردید. بعداً اعلامیه مکیت یا خود نسخه همون اعلامیه فروشی کبیر نشان داده شد. اعلامیه حقوق چی میگن؟ اولین اعلامیه حقوق انسان که از طرف فروشی کبیر نوشته شده است در همین جور حقیقت نشان داده شد ولی اصلا در مسافرخانه انگلیا یعنی فروشی کبیر جایگیری شد. خارجی ها رو بینید راحت دارن اینا. Did you like Tajikistan? Tajikistan? По-русски можно, да. По-русски Таджикистан как? Нормально, Нормально, хорошо, да? Нравится вам или как? все нормально. Нормально, да? А экскурсия вам как? Нравится или нет? هیچ که تو همه نمیدونم خیلی باشن خارجی هم هیچ که حلاوت بوده ایسن راست اینا اپرا بالت داریم ای انا حافظه آمدن انا حافظه آمدن حافظه خوش آمدین خوش آمدین حافظه آمدن عبدالله بیا تو هم نخری عشقم خری
segraju Desen rabitana Navasoge Navasoge Što za njega bez lune Navasoge Navasoge Što za njega Što za Rade gostju, rade drugu, deta solje nomiki Navasoge, Navasoge Što za neba bez lune Navasoge, Navasoge Što za život bez šajhane Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. If you told me one day that somebody ever came, oh, dance the safet and all the me, and I had the tariq shloch kireb all the me, klikano grame, totaba grame, alamo dalilame, oh darjigarame, ane apay manija dar prichos kachonam, ana mali mashavi dar tagiraz khuname, ana jurnal tagiram sharak paraga goname, ana desanami om kisa jadoname. Oza paraga idame, ana bhoja dilame, oza chiganame. Yori. زنده باش زنده باش زنده باش Фарони азиз, ман мехоҳам ки ҳамин бачаҳое ки намо суруд хонданд ин чеҳра фаромӯшнашаванда аст. Албатта ёд дорам ки маҳз дар пеши пешвои муаззами миллат дар боғи устод Фирдавсӣ суруди модара бо як самимият хонданд ки ҳатто симои роҳбари давлати мо ҳангоми хондани анамин маҳз анамин додари азизи мо бо шунидани номи модар албатта ҳар яки мо симои мо иваз мешавад. Агар ки иҷозат шумо тиен ва ҳамин додар агар хоҳиш дошта бошад як бори дигар ҳамун суруди модар ки дар пеши роҳбари давлат хонданд барои мо замзама кунам додари بهترین میشوه یک خرسنگ شوه بهترین میشوه بیو مادری دلسوز پیشم نماید مرهمه برداغیرشم سری داری مرا
اگر یک شب زیمن پیغام نداری که شب آرام نداری اگر یک شب زیمن پیغام نداری که شب آرام نداری با قربانی سر و بای تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من با قربانی سر و بای تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری با من هرگز مده تو نازی بیسار که من نیستم سزاوار با من هرگز مده تو نازی بیسار که من نیستم سزاوار با قربانی سر و مای تو میشم مادری من فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری با من گوی نیا آمد بخانه کنم صدا بانه با من گوی نیا آمد بخانه کنم صدا بانه خوش از خود باوری آی تو میشم مادری من و قربانی سر و پای تو میشم مادری من که خاکی رهی پایی تو میشم مادری من زیبای مادر یک ترسه تشکر زیاد حاجی تاریخی وطنم این برادر رو تماشا کنید
анен шофёри мо хизмат кардеста ина ҳазор раҳмат бовар ки ҳаловат бурдем ҳамин қашавру заим душанбе хелише мо навдидем ҳаловат бурдем ина тамошо кинем бародарон бовар кунед ман шуморо тавсия метавонам биёед як бор ҳамин хел тамошо кинем ҳамин шоҳтур хат биёед як тамошо кинем бовар кунед шаву рӯзам иҷодем и хеле бо тамошо дигайда инҷа мости қараболо бародарон мости қараболо дараст این برخی تاجیک میباشد برخی تاجیکی ما را پور را با وقت تعمیم میکنن ولی در بعض سبب ها برخی خاموش میشن این هم قدر بد هست چون که با تشخص ها کنی که رئیسی و شکل دوشنبه همین مشکل ها پور را از بین بوده شده ایستادن گفتن میکنند که برخی تاجیک جمعیت سهامی شده میباشد یعنی از طرف خود همین تاجیکان اداره کرده میشود بینه نوبتی کاخ گربت میباشد. کاخ گربت سال 1975 شده است و نام نوازنده و سراینده این چنین موسیقی نواز که در دوران شاهنشاهی ساسانی آن زندگی کرده است ساخته شده است. همین گربت یا گربت مرغزی تقریبا 30 اسباب موسیقی نواخته میتوانست و 3
160 آهن ایجاد کرده است و همچون یکی از موسیقینوایان مشهور دوره ساسانیان و حساب می‌شود که در دوره خسرو یک یا انوشیروان یک زندگی کرده است. بعدا ما نزدیک می‌شویم به مهمانخانه حیات ریجنسی. حیات ریجنسی سال 2008 گشوده شده است و یکی از مهمانخانه‌های مشهور داخلی کشور می‌باشد و اینچنین مهمانخانه 5 ستاره، یعنی جلوی 5 ستاره می‌باشد و از اکریدیتاسیون بین‌المللی نیز گذشته است. دوستان عزیز بهترین تماشاشی چی توصیه می‌کنی مردا گوریم دکتر؟ دوستان عزیز استفاده باره این شام صبح روزهای صبح آرامی هر یک دقیقه نفس است چون غنیمت است. شاید که همین روز برای ما تماشای همه وطن محمود روز آخر باشد. شاید که باز بیایم به خاطر تفسیر می‌کنیم که با فرزندان اهل عائله حتما بیایید تماشا کنید. این دنیا کوتاه است، عمر کوتاه است و ما باید چنان بگذرانیم که از زندگی خود شیمانه باشیم. تفسیر می‌کنیم که بیایم سعی دوشنبه. ما همه خشم میگم که شب روز دارم دوشنبه هر روز تماشا میکنم لیکن با اینا میگه شوفیون که با اومدیم با قوار که حلاوت زنده باشید. توصیه من اینه که من البته ببینید تماشا یا دیدن کنید قوار که حلاوت خیلی برای برادرای غریب اینو من بنوار میگیرم تماشا کنید شما. اینا برادران عزیز با آوردن منو در آن اینجا فرو آوردن. دکتر خیلی فرزنده باشین ما همینجا رو بودم چگونه با فرزندان خود سیر دوشنبه کردیم و شما نیز تفسیر می‌کنید که شما فرزندان خود اهل عائله خود یا که در جای یگان کارخانه کار میکنید شما نمیتوانید که هر روز شنبه و یک شنبه در صفحه اینستاگرام آنها میتوانید داخل در آمده یعنی که درخواست کنید. فراموش نکنید شاهتور در دوشنبه دیلارای ما برای مهمان و از اون رحمت میادور میادور مرحمت استفاده بله اینجا سربلند بشه با آدم رو در نتیجه